ساکنان شهر استقلال جشن فرخنده‌پای نوروز بین المللی را با شکوه و شهامت خاص تجلیل نمودند. کارمندان تشکیلات و مؤسسه و ساکنان محله‌های شهر خیمه‌های نوروزی آراسته دسترنج خویش و عنعنه‌های نوروزی را به معرض تماشا گذاشتند. گلدختران درباره نوروز و بهار شعرخوانی کرده هنرمندان ملکه و مهارت خود را در اجرای سرودهای مردمی نشان دادند. ورزشکاران شهر در نمودهای مختلف ملکه سنجی کردند. مورد با ذکر است که نوروز در کشور عزیز ما تاجیکستان نه تنها همچون جشن فرهنگی و مردمی بلکه به صفت سنت مهم احیای طبیعت و تلاش برای فراوانی عزیز و گرامی دانسته می شود. یعنی نوروز جشن پیوند انسان به طبیعت بوده آدمان را به عملهای سازنده و آبادگرانه تلقین می کند و به آنها الهام و نیرو می بخشد. این است که مردم زحمت پیشه کشور ما بعد از جشن سده و در عرفه نوروز طبق عنعنه گذشتگانمان آمادگی را به کار و بنیادکاری از جمله کشاورزی و نهالشینانی وسعت می بخشند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استقلال کل ساکنان شهر را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت بخشیده به جشن نوروز فرخنده‌پای تبریک و تهنیت نمودند. قید کرده شد که جشن نوروز که دارای صفت‌های انسان دوستانه، نیکی و پاکیزگی، بخشایش و مهربانی و سازندگی و بنیادکاری می باشد، با شرافت استقلالیت کشور عزیزمان و دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام جهانی گرفته در اکثر کشورهای جهانی تجلیل کرده می شود. قید کرده شد که ما باید همیشه به این میراث اجدادان خود افتخار نماییم، چون که در طول عصرها نیاگان ما حتی در دوره‌های مشکل ترین تاریخ این جشن مقدس را حمایت نمودند و تا امروز عید نوروز با تمام خصوصیت‌هایش تجلیل کرده می شود. باعث افتخار است که کشور عزیزمان تاجیکستان وطن نوروز به شمار می رود و تجلیل این جشن نیز وسعت تازه گرفته در سطح عمومی ملی و عمومی جهانی استقبال گرفته می شود. مردم عزیز تاجیکستان طبق سنت‌های نیک نوروز اجدادی به استقبال این جشن فرخنده مکان زیست و اشیای روزگار و سر و لباس خود را تازه آزاده و نو می کنند. کینه و عداوت را از قلب خود پاک می سازند و همدیگر را با چهره کشاد و پرمهر تبریک می گویند. زیرا جشن نوروز برای ما رمز وحدت ملی و دوستی و محبت بوده. دیروز و امروز و فردای ما مردم اوریان تبار را به هم می پیوندد. برنامه رنگین فرهنگی نوروزی هنرمندان به این چاره‌بینی ایدانه شکوه و شهامت خاص بخشید. سپس نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر به دیداربینی سربازان قسم حربی 3501 رفته آنها را به جشن نوروز تبریک نموده به سربازان دسترخوان ایدانه آراستند. گفته شد که حکومت جمهوری تاجیکستان سربازان و افسران محافظان با اعتماد وطن را همیشه مورد توجه و غمخواری قرار داده برای آنها تمام شرایط ها مهیا نموده است تا آنها با سری بلند برای وطن خدمت نمایند. یک قطار ساکنان شهر مورد عیادت قرار گرفتند و با آنها بخشیده به جشن نوروز تحفه های حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تقدیم کرده شدند.